سلام دوستان، امید همه عافیت داشته باشین. در این ویدیوی درسی قوانین لنگ وکال یا حرف صدادار طویل را برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. دوستان، قسمی که در ویدیوی قبلی گفتم، هر حرف صدادار در لسان آلمانی دارای دو تلفظ یا آواز می باشند. یک تلفظ لنگ یا طویل و یک تلفظ کوخت یا کوتاه، که این تلفظات در لسان آلمانی از اهمیت خاص برخوردار هستند و شما دوستانی که میخواین لسان آلمانی را بیاموزین، پس باید قوانین لنگ وکال و کوخت وکال یعنی حرف صدادار طویل و حرف صدادار کوتاه را بلد باشین و در کلمات مراعات کنین. قانون اول، هرگاه در یک کلمه بعد از حرف صدادار حرف بی صدا قرار نگیرد، در این صورت تلفظ طویل صورت می گیرد. یعنی اگر در یک کلمه بعد از حرف صدادار هیچ حرف بی صدایی نیامد، شما می توانین همون حرف صدادار را طویل تلفظ کنین. مانند کلمه دو، در کلمه دو حرف او طویل تلفظ می شود، چون بعد از او هیچ حرف بی صدا قرار نگرفته. دو به معنی تو است. مثال بعدی زو، در کلمه زو حرف او طویل تلفظ می شود، چون بعد از حرف او هیچ حرف بی صدای قرار نگرفته. زو به معنی بنابراین، بدین شکل، بدین منظور، به این قسم و معناها و کاربردهای دیگر نیز در زبان آلمانی دارد. قانون دوم، هرگاه در یک کلمه دو حرف صدادار پشت سر هم بیاید، تلفظ طویل صورت می گیرد. یعنی اگر در یک کلمه دو حرف صدادار پهلوی هم قرار گرفتن، شما می توانین همون قسمت کلمه را طویل تلفظ کنین. مانند کلمه فیل، در کلمه فیل حرف ای و حرف ای هر دو صدادار هستند، پهلوی هم قرار گرفتن، پس اینجا تلفظ طویل صورت می گیرد. کلمه فیل به معنای خیلی زیاد یا بسیار است. مثال بعدی دی سایت، در کلمه سایت هم حرف ای و ای که صدادار هستند پهلوی هم قرار گرفتن، اینجا نیز تلفظ طویل صورت می گیرد. دی سایت به معنی زمان است. قانون سوم، هرگاه در یک کلمه دو حرف صدادار هم جنس پهلوی هم قرار گیرد، تلفظ طویل صورت می گیرد. یعنی اگر در یک کلمه دو حرف صدادار هم شکل داشتین، همون قسمت کلمه نیز طویل تلفظ می شود. مانند کلمه der Saal، در کلمه زال دوبل آ داریم، یعنی دو تا آ داریم، پس طویل تلفظ می شوند. زال به معنی سالون است. مثال بعدی der zu، در کلمه zu هم دوبل او داریم، یعنی دو تا حرف او داریم که طویل تلفظ می شود. zu به معنی باغ و وحش است. قانون چهارم، هرگاه در یک کلمه بعد از حرف صدادار حرف ها بیاید، طویل تلفظ می شود. یعنی اگر در یک کلمه قبل از حرف ها حرف صدادار باشه یا بعد از حرف صدادار حرف ها قرار داشته باشه، در این صورت هم همون حرف صدادار طویل تلفظ می شود. مانند کلمه der Sohn، در کلمه زون حرف او طویل تلفظ می شود و حرف ها خاموش است. مثال بعدی دی Zahl، در کلمه Zahl بعد از حرف آ حرف ها قرار دارد، اینجا حرف آ طویل تلفظ می شود و حرف ها خاموش است. der Sohn به معنی پسر، بچه. دی Zahl به معنی عدد یا رقم می باشد. قانون پنجم، هرگاه در یک کلمه بعد از حرف صدادار یک حرف بی صدا بیاید، تلفظ طویل صورت می گیرد. یعنی در یک کلمه شما حرف صدادار دارین و بعدش یک حرف بی صدا دارین، پس همون حرف صدادار هم طویل تلفظ می شود. مانند کلمه das Glas، در گلاس حرف آ طویل تلفظ میشه، چون بعد از او یک حرف بی صدا داریم که اس است. گلاس به معنی
گیلاس شیشه. مثال بعدی der Name. در کلمه نام هم بعد از حرف ا یک حرف بی صدا داریم که حرف ام است، پس حرف ا طویل تلفظ می شود. نام به معنی اسم یا نام. خوب دوستان، این هم قوانین لنگ وکال یا حرف صدادار طویل بود. خدا کنه شما توانسته باشین به وجه آسانتر و بهتر با این قوانین آشنا شده باشین و بتوانین بعد از این حروف صدادار طویل را در کلمات طویل تلفظ کنین. در ویدیوی بعدی روی حروف صداداری که در کلمات کوتاه تلفظ میشن یا روی قوانین کوخت وکال یا حرف صدادار کوتاه حرف خواهیم زد انشالله. و تا ویدیوی بعدی از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم و شما را به الله می سپارم. الله نگهدارتان باشه.